استاد جان امی در بالای کلباسه اگر معلومات دادین در فدراسیون روسیه کلباسه ها حلال باشند؟ نخورید کلباسه برادر. همین یا برادری تاجیک اگر خانه‌شان تیار کند حلال و پاک باشد هم نخورید. یا غذای ناسالم است. غذای نمی 70 کلباسه میشه رفته. یا آدم دست که می آخر نگویم خیر. خلاصه این چیزی غذای سالم نه. ولی گوشت حلال و پاک همین سویج گوشت خریده آماده پخته خورید برادر. مایلی اگر در خانه‌تان زنتان اگر آماده کند در چشم خودتان یگان خیمیکات اضافه نکرده یگان چیزی نافهمو اضافه نکرده تیار کند خورید. اما از دیگرای نخورید. گوشت‌های ویران شده و هر چی اضافه میکنن برام نخوریدون. غذای غیر سالم است. طبیبی کافر هم توصیه نمی‌کند اگر طبیبی علم دار باشه به کلباسه. من بعضی طبیبای ببینم ممکنه 20 سال از این کلباسه سوسیس که این چیزایی نمیخورم. من حلال نوشته باشم در دیار اسلامی و مسلمانا باشم نخوریدون. بله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همچون توصیه اما همچون از روی اسلام حکمش اگر در داخل کلباسه گوشتی حلال باشد مثلا خب اونجا می اندازن روده و اوپکه و گرده و چیزی بیمزه میپرتان با کمک خیمیکات ها دباوید میکنن که مزه تیاد. سالهای 2012 دو خطایی محکم کردن گوشتی کلموش خیمیکات اضافه کرده مزه گوسفند داده رنگ و روش گوسفند کرده میفروخت است. انا بعضی مکانیک های قبیدن در بعضی کشورها مسئله های روغن های ماشین است کو بعد اینکه مسئله نو میکنید روغنی کارکرد شده ای که مثلا 10,000 کیلومتر گشتید روغن میپرده اما روغن گرفته اون اصل میکردیم اصل اون کرده از زمانه ترقیاتی یعنی این بعضی ترقیات ها ضرر آورد به سلامتی آدم. همه چیز خیمیکات دارد میخورید ضرر میکنه و ترقیات باید فایده بیارد اصلا. اون ناکار رو بینید کلان کرم نمیخوره داخل هم شروع مزه ندارد. آخر خیمیکات میتیان به گاوها داده ایستادی نازه گاو و گوسفندای فربه میکنن تیز فربه میشد میکشن میخورن گوشت مزه ندارد. همین یعنی ترقیات است مگر مجبور میشه 2 هکتار زمین گیرید سبزی هم اونجا کشت کنید مرغ هم اونجا بینید تخمای میخورید تخما خون کتی کلان شدگی خون میتیان به تخما مرغا تخمی بیمزه همش همین چیزایی غذاهای نادرست و خیمیکات کدی کلام میشه. مرغ و چوجی 24 روزه و اوکالا میزنن هرچی میتیان تیز فربه بشد میخورید بازه ندارد. برای همین از زمانه شد که بعض ترقیات برای آدمو ضرر دارد یعنی از جمله همین چیزا. برای همین برادرها اگر رفت و از نگاه حکم گیریم گوشت حلال است لیکن هر برد و بلای حلال باشه مثل کلی گوسفند مغزش بیمزه بی غذا ندارد مثال یا اوپکه یا گرده همین چیزای آمیخته میکند مثلا یا گوشتایی که چند روز بازار با ماندگی سودا نشدگی یا گوشتای یخ کردگی هیچ محل شما گوشتی سویجی که تی کلباسه نمیکنه گوشتی ارزان نمیکنه گوشتی یخ کرده اون بعضی بازارهای بینید گوشتای 1940 انگی گوشتای یخ کردگی فروخته اون بعضی دولت ها برای روزی مباداش ذخیره کردگی وقتی که وقتش گذشت اینا برای گرسنگی برای قحطی برای بلاکاده ها دولت ها ذخیره میکنن. بعد وقتی که وقتش گذشت به دولت های کمبغل میتیاد بی پول میتیاد که خلقت به تی گفته بعضی گرسنه ها همون هم پول به میفروشن خلق به انا همون میگیره کلباسه کرده میبره شما خورده میگردید. برای این برادرها اگر رفت و فرزن هر چیزی که به همین کلباسه آماده کرد همش مالی حلال باشد مثلا خمیر است آرد است بگذار بومگه باشدم به قول بعضی ها یا مکران اضافه کندم مثلا مکرانه کهنه شدگی سراکش گذشتگی یک امیر سراکه میگذارم میپرتاب مثلا حلال است مکران خمیر است مثلا هیچ گپی نداره از نگاه حکم حلال است. اون چیزی که ما گفتیم از نگاهی یعنی طبی هم
مسلمان باید عاقل باشد. چیزی که برای بدن ضرر میکنه فایده نداره نخورد آخر. بله.